مقاله ای است که از علمای اهل سنت از ایران نوشتن، جناب دکتر نور محمد امرا. من این رو خدمت شما میخونم که در این مقاله شما میتونید موقف مسلمان عادل و واقعی، موحد و یکتاپرست رو جستجو بکنید و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بازیافت هویت امت در مواجهه با جنگ ایران و اسرائیل. جنگ اخیر میان اسرائیل و ایران رخدادی است که نه من و نه شما در شکل‌گیری آن نقشی داشته ایم. نه ما مسبب تجاوز رژیم صهیونیستی هستیم و نه جزئی از حاکمیت ستمپیشه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رویم. با این حال در فضای غبارآلود و پرهیاهوی رسانه‌های اجتماعی افرادی را می بینیم که نه سر این ماجرا هستند و نه ته آن، اما با توسل به توهمات و مجادلات بی‌ثمر می‌کوشند با متهم ساختن یکدیگر خود را صاحب حق و دیگری را مستوجب لعن و نفرین جلوه دهند. در میان باید به این حقیقت بنیادین توجه داشت که لبخند را نمیتوان دزدید. من نمیتوانم همسایه افغان خود را که کشورش به دست ائتلاف نانوشته میان سپاه پاسداران ایران و آمریکا ویران شد از شادمانی نسبت به کشته شدن عاملان آن جنایت باز دارم، هرچند این عاملان به دست صهیونیست‌ها کشته شده باشند. نمیتوانم لبخند را از لبان آن 40,000 خانواده پاکستانی پاک کنم که پدرانشان تنها به جرم عالم بودن در مذهب اهل سنت به دست نیروهای نیابتی ایران در مساجد پاکستان ترور شدند، صرفاً به این بهانه که قاتلان ایشان امروز توسط اسرائیل هدف قرار گرفتند. نمیتوانم شادی را از چشمان دختران شهید ناصر سبحانی، فرزندان مفتیزاده، ضیایی، شاگردان صیاد، دهواری، عبدالملک و ده‌ها تن دیگر بزدایم، چون قاتلان عزیزانشان اکنون توسط نیروی غیر خودی مجازات شدند. اگر بخواهم از نمونه‌های مظلومیت در بلوچستان، کردستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، نیجریه و کشورهای خلیج نام ببرم، این لیست به درازا خواهد کشید. اما پرسش اساسی آن است که چرا برخی اجازه دادند دشمن شیوه اندیشیدن و چارچوب تحلیلی ذهن آنها را مصادره کند؟ امروز اگر کسی زبان به شکایت از جنایات حکومت ایران بگشاید، به سرعت او را صهیونیست، منافق یا دین فروش می‌خوانند و اگر کسی جنایت اسرائیل را محکوم کند، به رافضی بودن یا همپیمانی با صفویان متهم می‌شود. این دوگانه‌سازی ساختگی توطئه‌ای است که ذهن بسیاری را به اسارت گرفته است. یا باید در صف صهیونیست‌ها باشی یا در کنار صفویان، گویا راه سومی برای انسان مسلمان وجود ندارد. در چنین فضایی برخی از دلاورهای ادعایی ایران در ویرانسازی چند ساختمان در اسرائیل سخن میگویند و از کشته شدن فرماندهان سپاه سوگواری میکنند، حالان که همین اسرائیل ماهاست جنایات مشابهی را در سوریه، لبنان و یمن مرتکب می شود، بی آنکه از سوی همین افراد کوچکترین اعتراضی شنیده شود. برخی چنان کورکورانه از تشیع سیاسی دفاع می کنند و یا زبان تحقیر اهل سنت را می گیرند، گوی مقاومت غزه شیعه مسلک و همباور با لعن کنندگان قرآن و صحابه و امهات مؤمنین هستند. من و هموطنان آزادم در ایران همدوش خانواده های شهیدان جمعه خونین زاهدان، زندانیان سیاسی ایبین و تمامی مظلومان سوریه، عراق، لبنان، یمن، افغانستان و دیگر نقاط جهان اسلام از کشته شدن سران جنایتکار سپاه خوشنودیم. این حقی است مشروع. هر کس این شادی را درک می کند خوشا به حالش و هر که نمی تواند درک کند راه دیگر گزیند.
سالهاست که ملت ما آرزو دارند این جلادان خونریز و غارتگران حال و آینده مردم به مجازات برسند و به همان آتشی بسوزند که سالهاست ملت‌های مظلوم منطقه را در آن افکندند. اکنون که تقدیر الهی بر این قرار گرفته است که قاتلان ملت‌های مسلمان به دست رژیم دیگر از میان برود، زشتی چهره قاتلان نمیتواند حس تسکین مظلوم را از بین ببرد. هیچ مؤمن و مسلمانی از کشته شدن ملت مسلمان ایران به دست رژیم صهیونیستی خوشنود نمی شود. خوشحالی ما از کشته شدن فرماندهان جنایتکار سپاه است، نه از تجاوز به سرزمین مسلمانان. هر کس که چنین وهمی در ذهن دارد باید در سلامت فکری خود تجدید نظر کند. خون مسلمان ایرانی به همان اندازه مقدس و گرانمایه است که خون مسلمان افغان، سوری، عراقی، لبنانی، یمنی و فلسطینی. همان گونه که اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده است، کیان سفاک ولایت فقیه نیز سرزمین ایران را به اسارت درآورده است. اکنون که این دو اشغالگر که تا دیروز همدست در ریختن خون مسلمانان بودند به دلایلی به جان یکدیگر افتادند، وظیفه ما این نیست که در صف یکی از آنها بایستیم، بلکه باید آن امت خاموش و حذف شده را بیدار کنیم. امت اسلامی در مرزهای جغرافیایی و زیر پرچم دولت‌های دست نشانده غرب نمی گنجد. امت یعنی 2.5 میلیارد مسلمان که تحت یوغ 4 میلیون نیروی نظامی استکبار قرار گرفتند و گرفتار شدند. آنان که این امت را نمی بینند چگونه خود را جزئی از آن می پندارند؟ همین امت است که لقمه از دهان خود بریده و به مجاهد فلسطینی رسانده است. همین امت است که از مجاهدان افغان و سوری جانانه حمایت کرده است و وعده الهی چنین است که پیروزی از آن این امت است. ما همگی آرزو داریم که قدرت‌های نظامی مسلمانان از جمله پاکستان و ترکیه از بند وابستگی رهایی یابند و در حمایت از سرزمین‌های اسلامی علیه اسرائیل وارد عمل شوند. این اقدام به معنای حمایت از نظام استبدادی ایران نخواهد بود، بلکه وظیفه شرعی همه مسلمانان در دفاع از حرمت دین و جان و سرزمین مسلمانان است. نظام ایران هیچگاه در منظومه امت اسلامی جای نداشته است، بلکه همواره در صف دشمنان اسلام قرار گرفته است. اکنون نیز بهای حمایت بی‌مبنا از روسیه را می‌پردازد. برخلاف پندار روشنفکران تاریک نگر، این مسئله ارتباطی به فلسطین ندارد. اگر ایران در طول بیش از 2000 روز مقاومت غزه موشک در اختیار داشت، چرا هیچگاه علیه اسرائیل به کار نبست؟ درک سیاسی ناقص رهبران ظالم ایران که به فرموده قرآن کریم ان الله لا یهدی القوم الظالمین آنان را به دام نقشه‌های روسیه انداخت، آنها از نیروهای نیابتی که تحت نظارت آمریکا ساخته بودند مانند حزب الله، هشت شعبی و حوثی‌ها در راستای منافع روسیه استفاده کردند. این خیانت ناآگاهانه منجر شد که آمریکا به آسانی بساط همین نیروهای نیابتی را که خود در ساختارشان نفوذ داشت برچیند. اسرائیلی که 2 سال نتوانست جز شمار اندکی از مجاهدین غزه را هدف قرار دهد، چگونه است که در یک روز تمام سران رد اول سپاه را نابود می کند؟ مگر نه اینکه شدت ظلم و فساد این افراد چنان بود که حتی بخشی از ساختار حاکم آنان را به دست دشمن سپرد. سخن آخران که بیایید از صندوق تنگ نظرانه‌ای که دشمن برای ما ساخته بیرون آییم، صندوقی که تنها 2 گزینه پیش پای ما می‌گذارد، یا پیروی از صهیونیست‌های سفاک یا تبعیت از صفوی‌های جلاد. ما نه صفوی هستیم نه صهیونیستی، ما امت اسلام هستیم. شاید امروز این امت در ظاهر ناتوان و پریشان باشد، اما اگر خود را باز شناسد و بر پایه ایمان و اصل ولا و برا گام بردارد، کمتر از 1 دهه زمان خواهد برد تا چهره جهان را دگرگون سازد. دنیای سرگردان امروز نیازمند بازگشت امت اسلامی است،
اما با پوستین نفاق، جهل و خودباختگی راهی به بازیابی خویشتن نخواهیم یافت.